تصاویر تازه زهرا الهام بعد از ازدواج با جمال مبارز. زهرا الهام چرا با جمال مبارز ازدواج کرد؟ نشر تازه ترین تصاویر زهرا الهام و جمال مبارز و افشای رابطه جنجالی زهرا الهام در کشور استرالیا با آریانا سعید. دلیل دوری زهرا الهام از هنر موسیقی چی می باشد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. زهرا الهام، هنرمند جوان، یکی از چهره‌های مشهور رسانه‌ای و هنری در میان جوانان افغانستان بوده است. زهرا الهام شهرت و محبوبیت خاص خودش را داشته است و علاقه‌مندان و طرفداران بیشماری در هنر موسیقی داشته است. زهرا الهام در ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک کرد و توانست مقام اول را در این پروسه رقابتی از آن خود کند. زهرا الهام بزرگ شده کشور پاکستان است و در کشور پاکستان نزد استادان بیشمار پاکستانی هنر موسیقی را آموخت. زهرا الهام مانند هزاران افغان دیگر بعد از تحولات سیاسی در افغانستان پناهنده کشور استرالیا شد. بعد از رفتنش به کشور استرالیا آهنگ‌های دوگانه فراوانی با لیلا خان و جمال مبارز سرود که مورد حمایت و تشویق فراوانی قرار گرفت. جدیداً تصاویر زهرا الهام با جمال مبارز در صفحات مجازی دست به دست شده است که این دو با هم ازدواج کردند، ولی تاکنون حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست. ولی زهرا الهام دیگر آهنگ جدید مدت 1 سال می شود برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر نکرده است، ولی هر کس خودش می داند و تصمیماتش. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این هنرمند از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. تا درودی دیگر همه شما عزیزان را به علای منان سپرده، موفق و کامیاب باشید.